خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما دوستان عزیز. دوست عزیزم رضوان سلیمیان، خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی. امیدواریم که همیشه از همکاری و پشتیبانی برخوردار باشیم. ترانه طنز عنتری رو هم که خواسته بودی به روی چشم پخش می‌کنیم. دوستمون جک سم، زحماتتون برای توزیع برنامه پیک شادی در میهن آخوندزاده خیلی قابل تقدیره. پاتریس دو تا عکس خیلی جالب فرستاده با اسامی جالب‌تری که براش انتخاب کرده. اولی دی‌جی هست که ملاحظه می‌کنید، اسم دومی رو هم گذاشته فشن. فریبرز ممتحن کلیپ جالبت رو به خبر تو خبر رسوندیم. ABC کاریکاتور زیبای فقیر و غنی عالی بود. سلطان محمد تاجزای، عید فطر بر شما هم مبارک باشه. آرزوی پیروزی و سرفرازی داریم براتون. شهاب، ممنون بابت جملات طنزی که فرستاده بودی. مهدی از قهدری جان، با ایمیل زیبات خیلی خوشحالمون کردی. در مورد اون کلیپ هم که خواسته بودی به روی چشم اقدام می‌کنیم. مرتضی عزیز از دانمارک، کلیپ قشنگی به دستمون رسید. همیشه به پشتیبانی تو پشتگرم بودیم و هستیم. علی آزادی کلیپی فرستاده از یک روزنامه رژیم که نشون میده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم گفته که سرعت علم در ایران زیاد است، نگران عقب ماندن بقیه هستیم. علی اضافه کرده که از دوستان تقاضا می شود کمی از سرعت پیشرفت خود بکاهند تا نگرانی این مقام محترم رفع شود. همچنین عکس‌ها متن بسیار روشنگری در مورد اقدامات سرکوبگرانه نیروی پلید انتظامی فرستاده در ماه رمضان. بهرام تراکتور هم از تبریز نوشته که اگه اینطوری که اینا با روز خورا برخورد می‌کردن، با مال مردم خورا برخورد می‌شد، امثال خاوری که پاشون به کانادا نمی‌رسید هیچ، از ولی فقیه و مجتباش تا اون دزدای دیگه محمد رضا رحیمی و صادق محسودی و باقی دار دسته جنایتکار و دزد حاکم دیگه دست و پایی براشون نمی‌مونه. فرهان عزیز، ممنون بابت شعر طنز جالب تحت عنوان درس ادبیات سال اول حوزه علمیه. امیدوارم که بازم پیک شادی رو مورد پشتیبانی خودت قرار بدی. و دوست گرامی نگار، ایمیلتون من و همه دستن در کارهای پیک شادی رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. به داشتن چنین خلق آگاهی باز هم افتخار کردیم. یادداشتتون رو در اختیار قسمت مربوطه قرار دادیم. به پرویزم سلام رسوندیم. مشتاق استمرار و ارتقای این ارتباط هستیم.